سلام برسم وطن‌های عزیز، خدا کنه دور و سلامت و سرحال باشه. امروز یک میهمان ویژه داریم در برنامه ویژه ما. خوش آمدی استاد. اول خدا معرفی کو بر بیننده‌های عزیز و بگو که چی استعداد داری. تشکر. از نظر دور باشی از خطر. مثل یک برادر ما فقط بیشتر برات میخوایم که در تلویزیون خورشید در هر نقاط کشور که به هر جای به اصطلاح نمرتان 100 میتونم در برابر مثل یک برادر دیگه. ما صاحب هستیم یک شاعر زمان، در وقت زمان حقایق دارم به زبان به بیان. چی گفتنی داری به دوستان؟ گفتنی ازی داریم که صاحب باید به اصطلاح افغانا به اصطلاح با همه وقت صلح را به اصطلاح تامین کنین، همدست شویم. به خاطر هر عمل مطابق ضرب المثل علما پیش میره. بدن و وطن یکیست. ب دال نون بدن و تو نون وطن. وقتی که بدن خود دوست داریم وطن خود با هموطن خود دوست داشته باشیم. برای روزگار چی گفتنی داری؟ بر روزگار خاص مادر مریضا که از بیکاری است. یک شعر صاحب که عنوان بیکار. کسانی که از بود بیکار می کردن تشویش بسیار. شب را با روز داشت شمار، هفته و ماه تاریخوار. نداشتن خرج به خانه به مثقال به مقدار. ضعیف شده اقتصاد ندارن جای اعتبار. دارا از نادار بیزار، کار نادار از دشوار. با خود شدن سودایی تلخ آمدن به روزگار. زاری دارن با وزر به پیش پروردگار. میکنیم همه دعای ماست این قرار. طفلکا از بیگناه بنان هستن انتظار. رحم بکن حلاجان هستن به پیشت رویدار. روزی و مرد دست توست نداریم ما هیچ اختیار. امین الله میگه واقعیت شب تا سحر از بیدار. و سلام با ترام ختم کلام. زندگی یک سیش آرام سیدگیش نارام. که باشی خواب آرام میباشه اعصاب. که شدی بیدار میمونی دازاب. برای جنگ چی گفتنی داری که 40 سال جنگ است؟ جنگ خود صفت نداره. جنگ از 3 کلمه تشکیل میشه. هر کدام از این در سر صحبت کنیم صحبت خود مورد بس قرار بدیم مفهوم خاص داره. جنگ هست تعریف حروف جنگ بردن قرار زایل است. جیم که از جار جنجال خلق میکنن. نون نابودی از جنا یک جنا رو نابود میکنه. گاو گفتگوی نامناسب. و کسایی که غیبت میکنه بر از چی شعر داری چیزه؟ غیبت خب به اصطلاح حساب عزیز که خوب نیست. هر چی میگه به خود میکنه. میگیم کار ناحق اشتباهست، ناسنجه شر کار خطاست. هر کس کند هان حمل یا دیوانه است یا خودخواست. کار کنیم خلق پسند آبرو همیشه بجاست. هیچ نکنیم حجله در حجله هم گناست. صابر باشیم و گلم امید ما با خداست. هر کس دارن هم عزت صاحب عزت هم خداست. خدای ما بی همتاست خالق دانا و بیناست. هر مشکل حل میکند یک نامش مشکل گشاست. شاعر این مطالب امین الله و فقیر خداست. و سلام با ترام ختم کلام. نامت امین الله؟ امین الله. بنده بلا موفق بدین خدمتگار افغانات هست دنیا. خدا کلت نگاه کن از کرونا. کاربارت چی است استاد؟ کاربار دیگه من سیار هستم، در هر نقاط شهر هستم، در وطن خود خدمتگار با وطندار هستم، عمل در گفتار هستم، تسلیم به اراده پروردگار هستم. بیشک. برای دولت چی گفتنی داری؟ دولت خداوند پاک آرام داشته باشه. هر افغان در ایران کشای زیر پل سوختم که از خداوند پاک امور آرام داشته باشه. هیچ افغان خدا به اصطلاح بد نمیگم و هیچ افغان ما را کسی نمیگم که بدام بگویم. چی داری دیگه؟ چی گفتنی داری؟ گفتنی ما عزیز که به اصطلاح حساب میگم صلح کنیم، انتخاب خاک و وطن شد خراب. به دشمن اجنبی بدیم اکثر جواب. وطن آباد کنیم، دشمن برباد کنیم. در حفظ قرآن باشیم، خدای خود یاد کنیم. استاد اصلا بسم الله فکر کنم فی البادیه میگفت شعرها را نه؟ والا خب میگفت صاحبینال اونو که میگفت با شعر مکه است از دین شروع به دنیا ختم. طور مثال میگیم که تعارف نماز آن خالق بی نیاز فرض کرده 5 وقت نماز. صبح است و پیشین دیگر شام خفتن در نیاز. پاک باشیم با وضو بخوانیم 5 وقت نماز. ای مومن ای مسلمان نزد حق باش سرفراز. این عمر ما در گذر پس نمیاد به ما باز. بعد از نماز تلاوت قرآن پاک کنیم باز. شد و پیش و زیر زبر فهم کنیم در جنگ انداز. خوبش قرائت کنیم با حنجره در آواز. الحمدلله شکر قرآن ما است ممتاز. وسیله است عبادت با اعلی راز نیاز. راه اسلام روشن است ستون دین است نماز. امین الله گفت در شعر 5 وقت نماز در الفاظ. از دین که شعر گفت با در دنیا ما اون هر شاعری که باشه برش احترام دارم، به همه افغان به بشر احترام دارم، اما هر شاعری که شعر میگه اول از دین شروع کنه. طور مثال رمضان است. رمضان از 5 کلمه که تشکیل میشه. این چی مفهوم داره؟ تعریف حروف رمضان عبارتن قرار ذیل است. ریش رحمت، میمش مغفرت، زوات ضمانت، الف امانت، نونش نجات دادن از کارهای نامشروع دنیا و آتش آخرت. در طول 12 ماه 1 ماه مهمان است. یعنی مهمان چی مانا؟ هر حروفی صحبت میکنه. میمش اشاره میکنه، میگه محبت کنه کت صاحب خانه، کت مهمان.
هی دو چشمه هر غذا و هر خواهشی که داره پذیرفته بسازه. الف انسانیت رو انجام بده، اجرات مثبت در مقابلش داشته باشه. نون نوازش بدهش این مهمان. پس در طول 12 ماه که یک ماه آن مهمان است، میگیم تعریف ماه مبارک رمضان. ای عزیزان ماه رمضان آمده، پر می باش از فیض با مسلمان آمده. از مقام حلا با ما فرمان آمده، برخیز نیمه شب حکم قرآن آمده. روزه گیرین با نماز باره امتحان آمده، دست نزنین با حرام باز پرسان آمده. قاضی داریم ما همه با ما وجدان آمده، نشوین گمراه دنیا آخر زمان آمده. فرض است امر خدا چند روز مهمان آمده، تلاوت از پی در پی ختم قرآن آمده. با مسجدها تراویح پای ایمان آمده، امین الله گفت در شعر سر زبان آمده. و سلام در شعر دیگه نام امین الله چون شعر که نبود دیگه شعر است، چون شعر هست داد از خدا. بله. چی پایین چی بالا در هر سهش میگنجانیم امین الله. خب تو شعرها را پیش خود حفظ داری، کدام چیز نوشتام کردی یا نه دیگه متفل بدیه کمی نفر دانه شور بته برش شعر می سرایی. نیخوا از مخ صاحبت تشکر از عرف شیرین سر زبان به ما داد الله میروان و هم درای بیپان بر نقطه و مکان به نفر افغان در سطح جهان. مثال میگیم که آرمانا داریم در دل نمیشه و تیچاسل، پای میمانیم بالای سنگ در زیر پای میشه گل، می نویسیم با خودکار خطش میه به پنسل. هرچی تلاش میکنیم نمیرسیم به منزل. همیشه در قلب ما میخوره سنگ و سنگچل. چقدر قلب نازک است وابسته همراه دل، صدها راز پنهانی در بین دارن قلب دل. رنگ در زندگی دوچار ما در مشکل، امین الله گفت در شعر حقایق از قلب دل. باز امین الله قربانت استاد امین الله. دیگه چی داری برای کسایی که پرخوری میکنه، برای کسایی که چی میگه شیطنت میکنه، برای دشمنای وطن چی پیام داری، کدام شعر داری نداری؟ یک پیش از این که سر ازی بری تو شوام که در جای خو مفتی یگان شعر پیش خود جور میکنی یا نه؟ ولی خاطر است که یک داد خداست. میگیم نگوی این شاعر تناست، با شاعر داد خداست. حق میگم و حقیقت گفتن نام خداست. شاعرم و شعر میگم من همیشه با خدا، میکنم در راه حق سر و جان خود فدا. نیستم در بیوفایی این و آن این دنیا، شب میگم روز میگم ذکر تو را لا اله الا الله. چشم دادی بر بینا، گوش دادی شنوا، مغز دادی رهنما، تا بکنم حق باطل من جدا. یا خدا و یا خدا و یا خدا و یا خدا. هیچ نبودم هیچ نیستم بندوازی این دنیا، عاجزم من مظلومم من نظرات کبریا. عفو میخواهم ز تو کرده باشم من گناه و یا خطا، بخشندگار هستی یا خالق انبیا. بنده هستم من به تو ذات هستی توانا، امین من همانه در اخیر نامم نام تو است یا الله. تا شناسید خوب بخونید اسم شاعر است امین الله. در سه موردی که ما سوال کردم یک کنیم دیگه اجان تنزی خنددار هم میگه ایوان چیز داری؟ خنددار خونم خدا تر از این پیشونی دیگه باشه 111 کلی از تو می باشه آزارده، چی سواره چی پای پیاده، چی دخانه چی دجاده. آدم داناستی بنده ولاستی نمیفهم دخانه تناستی یا دوتاستی که چه خوب یخن زیباستی از دور کدام سعی کنی شاستی مگم در پولیت کد شا بالاستی. زنده باشین صاحب. همون سه سوال ما مون نه. خب صاحب ادامه گه بین تو من تو جریمه نما جریمه. کدازی ترافیکا چی حال داری؟ خداوند پاک کمشان نسازه. ترافیک هم صاحب از چند کلمه که تشکیل میشه خدمتتان برز برسونم. خداوند پاک ترافیک ما را در افغانستان ما هیچ کم نسازه. امینان کددس دیگه مزه میته. بله بله. کددس دیگه مزه میته. مگم کت قاشق گاید ایشون دندان میخوره گاید ایشون دندان میخوره. اما ترافیک مستقیم لایف است. او که کامپیوتر جهان واره به ما غرض نیست. مگم خدا ترافیک افغانستان هیچ جای کم نکنه. ترافیک از چند کلمه که تشکیل میشه تعریف حروف ترافیک عبارتاً قرار ذیل است. تیش توجه میگه درا. توجه درا دارن. الفش الف انجام دادن انسانیت اجرات مثبت در مقابل هموطن، خدمت با هموطن در وطن. فیش فهمیده کساست که حق از باطل تحلیل میکنه. بله. یا شیء رساندن با تمام مردم ما در چوکات قانون. بله. نون کاف کمک از خدا میخواد اگر چاره‌ای خودشان اوگار نشه. که اگان تا موترای شیشه‌سیام نه دست گبرای نظر آدم داناستی بنده بلاسی از دقایق یک جاسی متوجه به شیشه‌سی هستی. افتخار ما هستی. قربان. زنده باشین صاحب. فعلا در منزل دیو
خپ ما چوب تو گپ بین موتو تشویق هم سر طرف موتو از درسو زنده خوب باشین سید. سوالا پای در پای میاد دیگه. ما چون گمو دو سه سوالا ما گفتم دیگه. مقصد ما صاحب در خدمت هستیم، شما مقصد سوال ما جواب میدیم فی الحال که شما شوی خوشحال. گفتم برای کسایی که شیطنت میکنه چی داری؟ برای اطفال چی داری؟ برای از میگم براتون چون که ترافیک یک شعری به ترافیک گفتیم صاحب، میگیم از اطفالم برات میگم مدورم. مثال یک دریور چی میگه؟ میگه مصروف هستم به موتر، دارای لاین دریور، پیش از چالان کنم چک میکنم من موتر. آب مبلیل و ویکوم هایدرولیک از پاور، آب مبلیل ویکوم هایدرولیک از پاور، شایل شمیم از پایه های پیشتر، دو تایر پیشروی رو میروم در ملایدر، ماشین چالانم تا شود 80 امپیر. کلات پچق میکنم ریز میگیره گرلیور، سنگل سیکند آهسته سلو سلیتر، در تحت تاب میندازم سرعت میگیره تیزتر، همیشه دعا میکنم توکلم با اکبر. بله. احتیاط بکن دریور، تیز نچلان تو موتر، پایت بگی در بریک ریز نتی اکسلراتور، تا نزنی یک نفر یا با موتر دیگر، پیش نشی در حادثه نتیجه. در خردی کوشش، در جوانی تحصیل، در پیری آسودگی، سازش با دانش بدون خواهش و ارزش، علاوه با نوازش. تحصیل هر زمان حل مسیح کلمه تشکیل میشه، باید رو تعقیب کنیم و با خاصر خود تطبیق کنیم، بقبولیم. علم در جهان است. تعریف حروف علم عبارتاً قرار ذیل است. عینش عدالت. پس عدالت در کجا؟ در بین لام. لام کجا؟ لا بلای قرآن. وقتی کلمه گرفتی به قرآن رجوع که در لا بلای قرآن. میم مطلب تا برات میته خلاص دیگه علم میشه. پس به ارتباط میگیم دور بودیم از کتاب، نه معرف بود نه از باب، بین استاد شاگرد نه سوال بود نه جواب، محروم بودیم از تحصیل، آینده ما بود خراب، جهان رسید در فضا، همه بودیم ما در خواب. رنجیدیم 23 سال تکلیف داشتیم از اصحاب، یک وقت جمله جهانان با ما و شما داشت حساب، بس از دیگر اشتباه وطن نسازیم خراب. پیرو شیم از کتاب موفق هستیم و کامیاب، خسته ساخته مینولا را آن طوفان آن سیلاب که جنگا بود و گذشت. دیگه خداوند پاک. مسافرات چی داریم؟ مسافرها خو میگیم های میدان و تای میدان، بایکای کالا همراهشان در ترکیه و جرمنی میروند از راه ایران. حالا برای صحتمندیشان کدام چیز داری که اونجا جور و سلامت باشن؟ صحتمندیشان خب مثلا آرزوی من از قلب دل به همشان واقعا به 5 وقت نماز دعا میکنم، هر جایی که هر افغان در هر جایی که باشه هیچ کدامش از بد نگه و هیچ کدامش پیش ما بد نیست و همیشه آرامیش از خداوند پاک آرزو دارم. می وطن دوست چی گفتنی داری کمره را گرفته؟ خونم خدا آدم داناست، بنده بلاست، افتخار ماست، خدمتگار افغاناست، به خاطر وطن دوست مشهور در سطح دنیا از طریق خورشید به دنیاست. کت شما همکار با وفاست. سلامت زنده باشین. دیگه چیزی گفتنی داری؟ گفتنی ممیست که به اصطلاح حساب بس از دیگه جنگ، از جنگ بیخی خسته شدیم. بیخی خسته شدیم. فقط میگیم داریم با حق توکل، مشکل ما شده حل. واسطه ساخته خدا در وطن بین الملل، صلح شد با ما نصیب، محو شد جنگ و جدل. همه یک افغان هستیم نیز دیگر خط اول، داریم اردوی نوین در 4 اطراف مکمل. با ما پیدا شد قانون ورنه بودیم در جنگل. ماجر بودیم بی وطن، از وطن بودیم کنسل، در ملک‌های بیگانه داشتیم با خود ما خلل. رنجیدیم 23 سال از دست جنگ و جدل، بس از دیگر اشتباه یک دیگر گیریم بغل. بازو یک دیگر هستیم داریم یک ضرب المثل، در آبادی این وطن دیگر نشیم تنبل. امین الله گفت در شعر حقایق را مفصل و سلام با احترام ختم کلام. زنده باد اسلام در جهان، زنده باد افغان‌ها در سطح جهان. ما خو میفهم با نور بانمک هستی، هم در اینجا در خدمت، هم در وردک است که چه خوب محبول کامرا و عینک هستی. زنده باش. شما صاحب از کدام ولایت هستین صاحب؟ ما از کابل هستیم. مثل گل هستین؟ نیسون پل هستین یا اوسون پل هستین؟ نه ایسون پل هستیم. خدا از زیر پل نگاه کنه. زنده باش. جوان بچه کابل هستیم. نام خدا. گلخانه چیندول هستیم. نام خدا. یعنی شاعر هستم من بلبل، هستم از چاردی کابل. ما شما آدمای دیندار تسلیم به اراده پروردگار، عمل در گفتار قابل افتخار. هر جای هر افغان از کلش با ما شما وطن داری، متن نیست اطراف اشعار افغان یکیست. پس به ارتباط زنده باد. باز تکرار میگیم هر افغان در سطح جهان. او مسافرای ما که در خارج از خداوند پاک هر ارمانایی که اونا داره
اونو هرماندهشه با تماما فامیلایشون که فامیلای ما داخل خارج برای دین خداوند پاک موفق کامیاب و کامگار داشته باشیشن. کسایی که دست نیازمندا را میگیره کمک میکنن از خارج بر ازواج چیزی گفتنی داری کدام شعر داری؟ حتما خداوند پاک به اصطلاح میگه یک بته ده بگی. یک بته ده بگی. طور مثال از حضرت علی علیه السلام خانمش مریض بود، در جیب پیسه نبود. گفت دنیا سر قرض استوار است، اگه اجازه باشه چی بیارم برات؟ نه نمیرم، از جیبت خبر هستم. گفت نه که نگوی نمیشه. رفت یک تا انار را گرفت به قرض. پس میگه که حضرت ابراهیم خلیل الله نه خضرت نبی صاحب در راه به شکل بسیار همطور غریبانه افتاده، اما قسمی بسیار ناتوان از پیشش تیر میشه، سلام ادا میکنه، بر سلام میته، میگه چه خدمت؟ میگه من مریض هستم. میگه با ما چه خدمت؟ میگه یک تا انار که باشه جور میشم. اما یک تا انار در دستش میبینه، میگه یک تا انار که باشه من جور میشم. اما انار که برش میته، خودش که خانه میره که پیش از خوردن به خانه به اصطلاح انار نارسیدگی که به قدرت خدا خزار قدرت این شفایاب میشه خود خانمش. او از او چون نزاکت تار باری گرفتنش مشکل، او از او پرسان هم نمیکنه که تو کجا رفتی، چرا برای من چیز ناوردی. چند لحظه که نمیگذره که در دروازه ترقص میشه که پرسان میکنه، ترقص میکنه یک نفر اینجا، پس پرسان میکنه کیستی؟ میگه مستم. تو کی هستی؟ ما بر شما چند تا انار آوردیم. که ببینه دادان انار برای جا آوردم. مگم طور امتحان او ملائک بود، هم یک تا انار پد کرده، علم حضرت علی رضی الله عنه صاحب امتحان میکنه که علم تا کدام است، داره نداره، کم از زیاد است، چه رقم. این که حساب میکنه، میگه چرا حساب میگیری؟ مگه به حساب نمیگیرم. خداوند پاک در قولش هیچ خدا نقصد تا بالا نیست، 100% قاطع است. روی تقسیم اوقات گفت چطور یعنی؟ گفت به این که من حساب میگم دید که نوتاست، این که نوتاست. گفت نور من قبول ندارم. گفت چرا؟ گفت خداوند پاک در قولش استاد است، میگه یک برده. یکی دیگه کجاست؟ آجل دیگه شم از جیب خود میکشه، میگه نه با داتا میته، باز خانمش میگه چرا؟ میگه یکی من بعد رضای الله دادم، خدا برای من داتا دیگه آورد، خلاص بعد از اون باز که میخورش پیش از اون شفا شد، بازم این شفا. یک گفتم کسایی که دست نیازمندا را میگیره خداوند یک برده برش میده. به این رقم این پیام زیبا دادی، زنده باشید. خیر به کسایی را که بله همیشه باشه نرمال، خدا نخواسته سرطان نداشته شفاخانه استقلال که نشه زوف و بیال که چاش تا میته کچالو دال بین روده میته تا نباشه قال مقال. بازم تشکر از شما از خورشید که از ما گرفتی اول. با ما چیز گفتنی باشه دیگه صاحب، من باز هم هر وقت در خدمت شما هستم صاحب. تا برنامه دیگه خداوند یار مددگارتان، از این بعد کوشش میکنیم ایوان چیزای جالب رو بر شما تقدیم کنیم. خدا تشکر صاحب، زنده باش، سلامت، لطفتان مهربان هستید. تشکر صاحب، اینی امانت به زمان.